ما و سیاره زمین با سرعت 30 کیلومتر در ثانیه به دور خورشید میچرخیم. خورشید به همراه سیارات منظومه شمسی با سرعت 200 کیلومتر در ثانیه به دور مرکز کهکشان راه شیری میچرخد. کهکشان راه شیری و 400 میلیارد ستاره درونش با سرعت 112 کیلومتر در ثانیه به سمت کهکشان آندرومدا کشیده میشه. اما این پایان ماجرا نیست. کهکشان آندرومدا و راه شیری به همراه هزاران کهکشان دیگه به سمت منطقه مرموز به نام جاذبه بزرگ کشیده میشن. جاذبه بزرگ کجاست؟ یک منطقه مرموزه که به علت فاصله زیاد و گرد و غبار اطراف آن قابل رؤیت نیست. با این حال دانشمندان به وسیله امواج رادیویی موفق شدن بشه این گرد و غبار رو ببینن. در واقع جاذبه بزرگ مرکز گرانشی ابرفروشه لانیاپتیا محسوب میشه. ابرفروشه‌ای که از 100,000 کهکشان از جمله کهکشان راه شیری ما تشکیل شده. جرم این ابرفروشه حدود 1000 تریلیون خورشیده و همین جرم عظیم باعث شده بتونه هزاران کهکشان رو به خودش جذب کنه. اما حتی خود ابرفروشی لانیاپتیا هم به سمت منطقه‌ای به نام شکلی کشیده میشه. تمام این عالم در حرکت و تکرار